سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. استاد میاجان هاشمی، عضو علمی آمریت معارف ورسالی سال فصل. امروز ما اینجا فهمیدیم که یک معلم کدام مسئولیت ها را داره. یک معلم اولش باید انسان با هدفی باشد و علم به خاطر بیاموزند که انسان ها ارزش های انسانی اسلامی را بدانند و در پالی از او هدف اول تدریس معلم امین باشد که انسان ها را اجتماعی بسازند، روش معاشرت در جامعه بیاموزند. فقط در پالی از آموختیم که یک معلم مسلکی باید احساس مسئولیت بکنه، خود را در جامعه انسانی بدانه، فقط عشق بورزه با تدریس خود عشق بورزه. عشق دانشمند چنان تعریف میکنه که میگه عشق فقط عاملی است یا روحی است که یک روح در بدن دو جسم باشد. یعنی همیشه باید یک معلم در جسم شاگرد خود را ببینه و شاگرد در جسم خود ببینه. فقط بدون احساس داشته باشه، با مسلکی رفتار بکنه، همیشه با لبخند تدریس نماید، همیشه با احساس آرامش برای شاگردان تدریس کنه. ما از وزارت محترم معارف خواهش میکنیم که همچون سمینارها را به نسبت احساس دادن، انگیزه دادن مردم، به خاطر که جامعه احساس مسئولیت در برابر فرزندانشان بکنه و معلم احساس مسئولیت بکنه در برابر تدریس خود، همیشه دایر نمایه، همیشه بیان یاد اسما بکنن، جامعه را یاد بکنن و در پالوش مردم انگیزه بدهن و اساتید بزرگوار همیشه تشویق، ترغیب، همیشه تقدیر بکنن تا باشه بتوانیم یک کشور آباد، کشور با دانش، فرهنگ با دانش، یک کشور آزاد داشته باشیم. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما